به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزئی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. عنوان تاپیک امروز ما شما هست How to get sales information in Microsoft Excel with shortcut. چطور میتونیم ما شما درباره جدول فروشاتی که ما شما داریم معلومات اضافی اخذ بکنیم فقط با یک شارتکت عادی. اگر ما شما یک جدول داریم، فکر کنید از یک دکان تلفن فروشی هست که شرکت‌های مختلف یا برندهای مختلف تلفن‌هاشون دارن و در هر ماه از جنوری تا دسامبر ماهاش رسیده در هر ماه چقدر فروشات داشتن. اگر ما بخوایم مثلا معلومات‌های محاسباتی یا مالی درباره جدول داشته باشیم که مثلا از هر شرکت مجموع فروشاتش چند شده، یا یک اوسط فروشاتشون چقدر بوده، یا یکی بلندترین فروشاتشون در جریان سال چقدر بوده، یا پایین‌ترین فروشاتشون چقدر بوده، یا چند ماه از سال فروشات داشتن یا نداشتنش، تو میتونیم معلوم بکنیم فقط با یک شارتکت ساده. خب برای ایجاد از این معلومات چه کار میکنیم؟ جدولتون سایکن سلکت میکنین، شارتکت داریم کنترل تیر فشار میتین. زمانی که کنترل تیر فشار میتین رقم یک دیالوگ باکس می به نام کرییت تیبل، براش میگیم اوکی. خب جدول ما شما تبدیل شد به تیبل. حالا ردیف معلوماتی که پیشتر براتون گفتم ردیف ما کار داریم. برای از ردیف ما شما چی کار میکنیم؟ یک شارتکت دیگه داریم Alt JT + T. با محض فشار دادن از این شارتکت برای ما شما این رقم یک ردیف به نام توتال ایجاد میشه. دیگه ما شما خواسته باشیم هر نوع معلومات. تا مثلا سعی کنیم میگه ما شرکت سامسونگ از برند سامسونگ مجموعاً چند فروشات داشتیم. اینجا انتخاب میکنیم مثلا سم مجموعاً میکشه که $6240 شما فروشات داشتیم در جریان این سال. یا مثلا برش میگیم که از شرکت LG بلندترین فروشات ما چند بوده. اینجا برش انتخاب میکنیم ماکسیمم سیل. سکن میگه بلندترین فروشاتون $600 بوده که در کدام ماه بوده؟ در ماه اگست بوده. یا مثلا میگم از شرکت ایسوس بر ما بکشه که پایین‌ترین فروشات ما در کدام ماه بوده. مینیمم انتخاب میکنیم میگه پایین‌ترین فروشاتون $50 بود که $50 در ماه جنوری شما فروشات داشتین. یا میکشیم میگه مثلا از وان پلاس بر ما اوسط فروشاتش بر ما بکشه. اینجا کلیک میکنیم برای اوریج. حالا اگه بر ما میکشه که شما به شکل اوسط به حساب شرکت وان پلاس در هر ماه $175 فروشات داشتین. یا مثلا در دیگر ما شما میکشیم میگیم در چند ماه سال فروشات داشتیم، کانت کلیک میکنیم. یا براتون میکشه که مثلا در جریان یک سال کامل شما فقط صرف 9 ماه فروشات داشتین و 3 ماه دیگر اصلا فروشات نداشتین. پس ما شما خواسته باشیم چون این معلومات رو فقط با شارتکت بگیریم میتونیم استفاده بکنیم. با امیدوار در جلسات بعد و السلام.